از نظر منابع نفتی و گازی، دریای کاسپین جنوبش بسیار پربارتر از شمالشه. جنوب دریای کاسپین نقطه گود دریاست، یعنی زیستگاه بسیار درجه یک و عالی برای ماهیان خاص دریای کاسپینه که ماهیان خاویاری هستن که بیشتر در سمت جنوب دریای کاسپین و قسمت گود دریا زندگی میکنن. از نظر ذخایر نفتی و گازی هم سرزمین ما که در جنوب دریای کاسپین قرار داره بسیار بسیار متنعم‌تره تا مناطق شمالی‌تر دریای کاسپین. شما می‌بینید امروزه جمهوری آذربایجان که در جنوب غربی دریای کاسپین واقع شده، تمام بودجه‌های سرزمینی خودش رو بر دو اصل می‌بنده، یعنی دو درآمد کلی دارن، یک نفت و گازی که از همین دریا دارن استخراج می‌کنن، دو خاویار دریای کاسپین. دو نعمتی که برای ما هم هست، دو نعمتی که داره یک کشور 8-9 میلیون جمعیت داره، فکر کنم یک کشور 8-9 میلیونی رو داره کاملا میچرخونه و ما توی استان گیلان نمیتونیم استخراجات خودمون از این دریا رو به حدی برسونیم که حتی امور ساده و رفاهی مردم خودمون رو ازش تأمین میکنیم. دقیقاً مثل یک بادکنکه که هر کس نیشو زودتر بزنه تو اون بادکنک سهم بیشتری میبره. داره آنگاه از این بادکنک، از این حجم گاز کم میشه. وقتی ما استفاده نکنیم طرف مقابل استفاده میکنه. حالا سیاستگذاری‌های دولت ما به چه سمتی داره پیش میره و چرا داریم استفاده نمی‌کنیم از این منابعمون دیگه. The companies built concrete and rock drilling islands in the Caspian Sea. The operators, which include Italy's Eni, France's Total, UK-based Shell and the US's Exxon, as well as the Kazakh government, are trying to figure out how this giant project was undone by a relatively simple pipeline connecting the offshore fields to a processing facility onshore. But so far, the companies say they haven't determined the cause.